24 دکبر سال 2019 صحن حولی بینای کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. در این روز مراسم جنبست سال برگزار خواهد شد که بهترین های سال 2019 با جایزه پرزیدنتی قدردانی می‌گردند. قبل از آغاز مراسم ورزشکاران در بینای کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جمع آمده بودند. پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه اوستاپریان از ولایت سوخت آمده است. همه ساله مسابقه‌های گوناگون برگزار می‌گردد و دو مسابقه که مهمترین هستند این چمپیونات آسیا و چمپیونات جهان است. خوشبختانه تیم جودوی کشور در اینجا ما اشتراک کردیم و در چمپیونات آسیا من سزاوار مدال نقره گشتم. از طرف پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری جناب علی امام علی رحمان غمخواری به نهایت برای ورزشکاران ظاهر می شود که ورزشکاران می توانند در مسابقه بین المللی اشتراک کرده سزاوار جای نمایان شوند و در آخر سال جایزه پرزیدنتی نصیب گردند. باز هم یک تکانی خوب شد برای ورزشکاران که خود را در سطح بین المللی نشان دهند تا که پرچم بردار ملت خود باشند. ابتدای سال 2019 اگرچه برای شهریار دمینوف که از نمودی قایقرانی تمرین میکند چندان باورار نبود، ولی بعدا او توانست که در دو مسابقه بین المللی مقام‌های افتخاری را صاحب شود. سال 2019 برای قایقرانان خیلی پربارور بود. اولا در چند مسابقه ناکام شدیم از سببی که بسیار خواستن راحت گرفتن به بازی‌های توکیو 2020 کمتر جراحت برداشتم. بعدا با مسابقه چمپیوناتی آسیا ماراتون در آسیا در اونجا برآمد کردیم و در مسافت 26 کیلومتر جای سوم رو در مسافت 3600 متر جای دوم رو اشغال نمودیم. پس از چند با گروه ورزشکاران سابینا تورایوا چمپیون چندین کاراته جهان آید به تکواندو ETF همراه گردید. سال 2019 در چمپیونات جهان آید به تکواندو ETF مقام دوم را او به دست آورد. 2019 سال این برای من یک بهترین سال بود که در چمپیونات جهان اشتراک کرده جای دوم را اشغال نمودم. بین از 70 دولت در کشور بلغارستان بود. در آنجا زیاده از 15 نفری که از یکچین ما بودند برآمد کردند، همه بهترین نتیجه ها رو به دست آوردند. طبق نقشه تحریری شده مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، ورزشکاران اول در بینای کمیته جمع آمده بعدا با نقلیات مخصوص جانب کاخ سروش رهسپار می‌شوند. پیش از داخل شدن به اتوبوس جمع ورزشکاران در نزد بینای کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عکس خاطره‌ای برداشتند. بعد از نصف روزه نقلیات جانب کاخ سروش رهسپار شد. موافق معلومات کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سال 2019 917 نفر ورزشکار در مسابقه های بین المللی اشتراک نموده 994 مدال به دست آوردند. برای بوکسچی تاجیک بهادر عثمانوف سال 2019 یک از سالهای باقرار بود. وی با اشتراکش در مسابقه های بین المللی 7 مدال به خزینه ورزش تاجیکستان وارد ساخته است. سال 2019 برای من خیلی سال باقرار بود. من در سال 2019 7 مدال آوردم، 5 تا یکم، یک تا دوم، یک تا سوم. خیلی شما میدونید که من چمپیون آسیا شدم در 2019. بازی نقشه فقط برای بازی تابستانی المپیک 2020 است.
дар моҳи феврал 3 феврал азия мешавад то 5 ҷоя рохат барои олимпиада медиҳад. мо кӯшиш мекунем ки дар он ҷо иштирок кунем, бозии рохати олимпиро ба даст биёрем. қатори охири нақлиёт варзишгарони риштаи самбо хушқадам хусрав ва сурмон латипов байни ҳам суҳбат мекарданд. ин ду варзишгар дар чемпионати ҷаҳон оид ба куштини самбо мақоми сеюмро ба даст оварданд. соли 2019 соли пурбаракатам гӯем хато намекунем, барое ки ман дар ду ҷоми ҷаҳон ва чемпионати ҷаҳон соҳиби медал шудам ва хушбахтона имрӯз ба ҷоизаи президент сазовор шудем ва кӯшиш мекунем ки боз дар оянда парчами давлати азизамонро баланд бардорем. нақшаҳо ҳамин аст ки аз намуди куштини дзюдо баромад намуда рохати бозиҳои олимпиро ба даст ёрем, давлати азизамонро парчамашро баланд бардорем. соли 2019 барои ман хеле соли хотимон буд. ман дар чемпионати ҷаҳон иштирок кардам, хушбахтона сазовори ҷои сеюм гаштам ва дар кубоки ҷаҳон иштирок карда сазовори ҷои сеюм гаштам ва ин хеле барои ман соли хубарор буд. тӯли 3 сол аст ки ман сазовори ҷоизаи президент мегардам. миннатдори худамро ба пешвои миллат мерасонам. барои мо варзишгарон шароити хуби варзиширо муҳайё кардааст. мо варзишгарон метавонем дар дили шаҳру ноҳияҳо машқу тамрини худро давом диҳем ва парчами тоҷикистони худро баланд бардорем. пас аз чанде нақлиёт дар назди кохи суруш қарор гирифт. мутасаддиёни чорабинӣ барои вардишгарон гузаргоҳи махсуси ифтихорӣ сохта буданд. дар навбати худ вардишгарон як аз роҳчаи ифтихорӣ гузашта бо бардоштани акси хотиравӣ вориди толор мешуданд. خب بیننده‌های عزیز، حالا ما در کاخ سروش قرار داریم. پس از چند لحظه مراسم جایزه سپاری ساحه تربیت جسمانی و ورزش برگزار خواهد شد و امسال طبق نقشه 1 میلیون سومانی برای ورزشکاران جدا شده است و امسال 42 نفر ورزشکار به جایزه پرزیدنتی سرفراز گردانده می شود و پس از چند لحظه دیگر این مراسم آغاز خواهد شد. السلام علیکم دوستان ارجمند، مهمانان عالی قدر، حاضرین گرامی، ورزشگران محترم. سال 2019 در ضمیر مربیان و استادان و آن افرادی که تربیت جسمانی و ورزش را دوست می‌دارد سال فراموش نشونده است. همه شما را برای اشتراک در مراسم جایزه سپاری بهترین های سال 2019 خیر مقدم میگوییم. تربیت جسمانی و ورزش عامل اساسی تحکیم بخشنده سالمی عامه محسوب می آمد و در این جاده هم ورزشگران، چهره های اصیل، مربیان و آن افرادی که در حرکت ورزش کوشش و تلاش های بینظیر کردند از مد نظر مسئولین و کارشناسان دور نماندند. این شام فرح بخش شما را به چهره های اصیل، به مربیان صاحب تجربه، به آن نفرانی که مهنتشان ثمر آورده است آشنا می سازیم. حالا قبل از معرفی بهترین ها سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می دهد و در پرتو سیاست ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، چاره‌بینی های با شکوه سطحی جمهوریوی و بین المللی، قامت افراختنی انشاءهای با شکوه ورزشی و دیگر انشاءهای سالمگردانی هم در خود را برای مردم شرفمند تاجیکستان باز کردند که این هم شهادت بار دیگر از دلسوزی و غمخوری به واسطه
سرور معظم ملت به تربیت جسمانی و ورزش رو میدهد. حالا با کمال صداقت از همه حاضرین ارجمند خواهش میکنیم که از جایهای خود برخیزند، توجه به مرکز نمایند. ورزش گروی سلامتی و سلامتی ملت شرطی مهمترین بقای امروز و فردای دولت است. ملت جسماً سالم، روحاً نیز مقتدر و شکست ناپذیر است. تو در وقت میدان برآمدی خود را تنها احساس نکن. در پشت و پناه تو 8 میلیون زیاد خلق تولید ایستاده‌اند. توجیکستان تحت رهبری پیشوای معظم خود در سمت ورزش نیز به بزرگترین دستاوردها نائل می‌گردد. ورزش معرفگر ملت است و امروز تحت همین شعار که از سیاست ورزش پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امومعلی رحمان منشأ می‌گیرد، ورزشکاران ما با عزم سربلندی ملت در بزرگترین مسابقات تاجیکستان عزیز را معرفی می‌کنند. ما نامبردار بزرگان ورزش ملتیم و میراث قهرمانی آنها را پاس می‌داریم تا روح زورآور آنها در فتح قله‌های نوین ما را همراه باشد. بیا باورزی توجیکستان با پیش! توجیکستان با پیش! با پیش! با پیش! سخنی پیشوا راهنمای ما تاجیکستان به پیش، همیشه به پیش. حاضرین ارجمند، مهمانان گرامی، باعث سرفرازی است که امروز در مراسم جایزه سپاری بهترین ها، مهمانان فخری، ورزشگران شهرتیار مملکت، استادان ورزش درجه بین المللی، قهرمان بازی های المپی و چهره های سرشناس ورزش کشور شرکت دارند. حالا به صحنه برای آغاز این چهاربینی با شکوه نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، رئیس شورای رشد تربیت جسمانی
و ورزشی حکومت جمهوری تاجیکستان محترم عظیم ابراهیم و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان احتم عبدالله‌زاده را دعوت می نماییم. سخن اولین افتتاحی برای رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالله‌زاده احتم رستم داده می شود. تشکر زیاد دوستان عزیز محترم عظیم ابراهیم معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان رئیس شورای رشد تربیت جسمانی و ورزش حاضرین گرامی من همچون مسئول کمیته کار با جوانان و ورزش حضور هر یکی شما را به چهاربینی امروزه خیر مقدم میگویم و از این منبر بار دیگر استفاده نموده مینه‌داری صمیمی ورزشگران و جوانان کشور را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان برای دستگیری همیشگی سیاست دولتی جوانان و ورزش ایثار می‌نمایم. با کمال احترام می‌خواهم که سخن تبریکاتی را به معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان محترم عظیم ابراهیم پیشنهاد کنم. مرحمت. ورزشگران صاحب احترام کشور، حاضرین گرامی، تأسیس جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین المللی ورزشی و تقدیم خاصه آن در مراسم جنبستی سال بیانگر آن است که تشکل بخشیدن ورزش و دستگیری نمودن ورزشگران در محور سیاست پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته ادامه منطقی سیاست حکومت کشور به سوی رشد و انکشاف ورزش تاجیک روانه گردیده است. زیرا ورزش بهترین وسیله معرفی نمودن دولت و ملت به حساب رفته مردم ما به تربیت جسمانی و ورزش همچون واسطه مهمی بهداشت سلامتی و تشکل جسمانی و معنوی زیر سیاست ورزش پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پرزیدنت کمیته ملی المپی کشور محترم امامعلی رحمان استوارانه به مرحله نوی رشد و تشکل و تحکیم ایده ملت سالم وارد گردیده ایستاده است. با افتخار می توان ذکر نمود که امروزها ورزشگران تاجیک در قطار هزاران شهروندان باننگ و ناموس تاجیکستان در این ساحه خدمت‌های شایسته نموده بهر بلند گردیدن نفوذ اعتبار و شرف وطن عزیزمان سهم ارزنده خود را می‌گذارند. امروز تمام مردم کشور از پیروزی و کامیابی‌های ورزشگران و پهلوانان در مسابقه‌های جهانی از جمله مدال‌های المپی و دیگر مکافات و دستاوردهای نزدرس آنها افتخار دارد. محض با توجه و غمخوری‌های بی‌نظیر سیاست ورزش پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان امروز بیش از 9853 انشاءات‌های ورزشی در استفاده جامعه و ورزشگران قرار داده شده است و از این شماره 140 مؤسسه‌های ورزشی برای آماده نمودن ورزشگران کسبی با فراگیری 47930 نورسان و جوانان فعالیت نموده ایستاده است. سال از سال زیاد گردیدن اینفراستراکچور ورزشی در کشور برای اجرای یکی از سمت‌های افضلیتناک استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 همچون نشان دهنده‌های اساسی تأمین طرز حیات سالم جامعه به حساب می‌رود. در سال جاری در کشور 358 انشاءات از جمله 2 ورزشگاه، 310 میدانچه، 41 تالار، 4 حوض شناوری، 1 مجموعه ورزشی با مبلغ 133 میلیون و 240,633 سامانی از این 22.8 میلیون سامانی از حساب مبلغ‌های بودجتی و 102.4 میلیون سامانی از حساب احسانکاران ساخته و استفاده داده شده است. خوشبختانه
در دوره حساباتی با مبلغ‌گذاری کمیته 917 ورزشگر با مبلغ‌گذاری 4.5 میلیون سومانی از حساب بودجه کمیته و ساختارهای محلی 2.8 میلیون سومانی از حساب کمیته ملی المپی 487,000 سومانی و از حساب فدراسیون 1.2 میلیون سومانی در مسابقه‌های سطحی بین‌المللی شرکت ورزیده. همگی 994 مدال به خزینه ورزشی مملکت وارد نمودند که از این 355 مدال طلا، 250 نقره و 389 برنجی به حساب می روند. نتیجه های به دست آمده از روی 15 نمود المپی ورزش و 19 نمود غیر المپی ورزش به دست آورده شدند. پر افتخارترین لحظه آن که 994 مرتبه در مسابقه‌های سطحی بین‌المللی پرچم دولتی بلند برداشته شده، 355 مرتبه سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا داده است. بعد چخیلی که ما 940 مدال 350 مدال طلا گرفتیم، به حد خوب می بود اگر ما کشور محبوب خود، کشور عزیز خود را در بازی‌های المپی سزاوار معرفی می‌کردیم. بار دیگر جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و بهترین های سال 2019 را تبریک و تهنیت نموده به شما تمام موفقیت های بلندی حیز شرف ناموس ملت را تمنا دارم. سر بلند و پیروز باشید. در حقیقت امروز هم از این چهره های گرم و صمیمی مربیان، پهلوانان شهرت که امروز شهرت و نفوذ ورزش کشور را در عرصه بین المللی بلند برداشتند برمی آید که توجه و محبت خاصه به پیشوای معظم ملت جهت دستگیری همه جانبه که رشد بیمیلان ورزش و محض نمودهای المپیکی به مراتب رواج یافته است، در این زمینه هم کمر همت بستند و حالا ما آن نفران موفق را که به دریافت جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مشرف گردیدند به صحنه دعوت می سازیم. این هم شرافت استقلالیت کامل دولتی است، این هم شرایط فراهم و امکانات های مساعد است که الکی چهره های اصیل در سیاره شهرت ورزش میهن را معرفی می سازند. یکی از اینها برنده مدال طلای بازی های المپی ریو دی ژانیرو دلشاد نظروند، جای اول در چمپیونات آسیا در شهر دوحه قطر. دلشاد به 75,000 سومانی قدردانی می گردد و همچنین از این مقدار 15,000 سومانی هم برای آماده کردن این چهره به مربی ورزشگر تقدیم می گردد. و قطار برترین ها مشزنی شهرتیار چمپیون آسیا بهادر عثمانوف هم شامل است. جای اول در چمپیونات آسیا شهر بانکوک تایلند. سلاله پهلوانی در تاجیکستان رشد می‌یابد. کامران شاهی اوستاپیریان برنده مقام دوم در چمپیونات آسیا شهر فجایره امارات متحده عرب، دکتر چمپیون آسیا اشتراکی مسابقات با شکوه گرند اسلم و گرند پری در گشتین جودو محسوب می‌یابد. تیمور رحیموف پهلوان شهرتیار گران وزن میهن هم در همین چمپیونات آسیا به فینال برآمد، اما مقام دوم را کسب کرد
و این هم رویداد و نتیجه بهترین در سال 2019 به حساب می رود. رنگینی صحیفه گشتین جودای میهن از مدال طلای چمپیون جهان بین جوانان سامان محمد بیکوف منشأ میگیرد. سامان در مراکش دلهای میلیون ها نفر مخلصان تاجیک را به تسخیر آورد. احسن و آفرین به این دست آورد و این رویداد که در جودای میهن باری اول است. پیرهی رسول باقی و سامان محمد بیکوف و همچنین کامران شاه و تیمور را پهلوان نورس غنی جان غنیوف هم ادامه میدهد. این ورزشگر در چمپیونات آسیا بین نورسان در تایپی چین برنده مدال طلا شد. به شرافت غلبش پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در میان بیش از 35 کشور پرافشان گردید. بعد از لبنوف ها ابراهیم حسنوف در این جاده هم باز رشدی قیقرانی در جمهوری تاجیکستان دوباره احیا گردید. شهریار دامینوف ورزشگری که در چمپیونات آسیا در مسافه 3600 متر برنده مدال برنجی گردید. با افتخارشان کفکوبی های صمیمانه شما. در جمهوری مردمی چین هم مقام سوم در چمپیونات آسیا نصیبش گردید که دو دستاورد در سال 2019 با این ورزشگری امید بخش کشور نصیب شد. در گشتن جودو شادمان ریزایف برنده مقام دوم در چمپیونات آسیا میان جوانان دانسته شد. تمرین های این چهره ها بیرون از تاجیکستان عین زمان هم جریان دارد و در مرحله آمادگی این پهلوان عین زمان قرار دارد. دختران تاجیک هم در عرصه بین المللی شهرت گشتین جودوی بانوان تاجیک را بلند برداشتند. با این چهره با این نفری ارزنده اهلیه مومینووا شامل است. برنده مقام سوم در چمپیونات آسیا بین نورسان در تایپی چین. اهلیه خاکسار و شرمگین باری اول است که به گرفتن جایزه پرزیدنت شرفیاب میگردد. از این هم مسئولیتش در سال 2020 بیشتر میگردد. گشتین طرزی آزاد نوعی المپی محسوب می‌یابد. در سال جاری ابوبکر شکوروف با دریافت مقام سوم در چمپیونات آسیا بین نورسان در شهر نورسلطان قزاقستان شرفیاب گردید. در گشتن طرزی آزاد مصطفی احمدوف هم نفری تصادفی نیست. موصوف در فینال در چمپیونات آسیا ناکام شد اما با گردن مدال نقره آورد.
در وزن گران یکی از پهلوانانی که خیلی جوسش قوی است، اما سین و سالش به آن نگاه نکرده که در میان همتایان و همسالان خود با دریافت مدال برنجی در چمپیونات آسیا شرفیاب گردید. این رحمان منصور است. شهر تایپی چین برایش در این مظفریات را باز کرد و این هم بار نخست از آوان قدم نهادنش به عرصه بین المللی به این نتیجه شرفیاب گردید. در گشتین یونانی ریمی ریزازاده دلر در چمپیونات آسیا برنده مدال نقره شد. در میان جوانان تا سن 23 ساله در شهر اولانباتور مغولستان همین استافت را باز باری دیگر هم ورزشکاران ما در چمپیونات جهان با موفقانه ادامه دادند. فیروز میرزا رجبوف در گشتین یونانی ریمی در بین نورستان در شهر صوفیای بلغارستان صاحب مدال برنج شد. پیروزی شیراز آچیلوف هم در چمپیونات آسیا بین نورستان در شهر نورسلطان قزاقستان باری اول نیست و این ورزشگر برنده مدال برنجی گردید و حالا برای گرفتن جایزه پرزیدنتی به صحنه دعوت می شود. عبدالرحیم یعقوبوف در چمپیونات آسیا بین نورستان آید به باکس برنده مدال طلا و شرافت غلبه‌اش هم پرچم وطن محبوب ما در امارات متحده عرب پرافشان گردید. و ابوبکر مرادوف هم تحسین میگوییم که این ورزشگر هم در چمپیونات آسیا بین نورستان در امارات متحده عرب تا به مرحله نهایی راه یافت و برنده مقام دوم شد. تایکواندوی WTF سال تا سال توجهش بر رشدیابی است و در این جاده هم ورزشگران خیلی زحمت زیاد میکشند. محمد حسن شم محمدوف با گرفتن مدال برنجی در چمپیونات آسیا در شهر امن اردن مشرف میگردد. با 5 حریف خود دست بالا گردید، در یک رقابت ناکام و بعداً برای دریافت مدال برنجی با حریف خود از کشور میزبان دست بالا شد. اشتراکچی بازی های المپی نورستان سلیمانی جمشید باری اول نیست که به چنین صحنه های با شکوه قدم می نهد. موصوف در چمپیونات آسیا بین نورستان در شهر بیروت لبنان مقام دوم مدال نقره را به دست آورد. فرارون میرزا شایخ در گوشین جودو
در چمپیونات آسیا بین نورسان در همین شهر در بیروت لبنان با دریافت مقام سیوم شرفیاب گردید. تمرین های ورزشکاران ما بیرون از تاجیکستان جریان دارند. بعضی از افرادی که در مراسم جایزه سپاری نیست با سبب های مرحله تیاری بعدی و ما نفران دیگر را به صحنه دعوت میکنیم. اسلام طالبوف در گشتین یونانی ریمی چمپیون آسیا بین نورسان تا سن 15 در کشور تایلند چهار غلبه ورزشکار محبوب کشور افاده کامل رشد گشتین یونانی ریمی در تاجیکستان است. در چمپیونات آسیا بین نورسان تا سن 15 نسیم جان توردبایوف هم در گشتین یونانی ریمی به مرحله بعدی راه یافت و برنده مقام سیوم مدال برنجی شد. تجربه مربی شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان جمشید عبداللایوف هم والا گرفت و محمد امین عبداللایوف در چمپیونات آسیا بین نورسان تا 15 ساله در تایلند برنده مدال برنجی گردید. این موفقیت برای ورزشکار نورس کشور در سال 2019 باری اول است. رشد ورزش های یک حربه شرقی در تاجیکستان خیلی خوب به نظر می رسد. تایکواندوی TF هم در برابر زحمت های بیشتر و زیادتر مربیان نورسان و جوانان هم علاقه در عرصه بین المللی شهرت ورزش تایکواندوی تاجیکستان را بلند می بردارند. سیاوش ابراهیموف چمپیون جهان در کشور بلغارستان 5 غلبه صاف کامیابی بی‌نظیرش هم بار اول نیست و این موفقیت پهل ورزشکار ما را در سال 2019 بار دیگر نصیب گردید. محسن جان ملاجانوف در تایکواندوی TF در همین کشور بلغارستان هم در چمپیونات جهان برنده مقامی اول و افتخاری کامیابی های بی‌نظیری ورزشکاران ما بار دوم هم در بلغارستان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پرافشان شد. علیشیر احمدوف در تایکواندوی TF و کیک باکسینگ هم زحمتش و دستاوردهایش خیلی زیادند، اما در بلغارستان با علت آسیب دیدنش مقام سیوم مدال برنجی را به دست آورد.
دستاورد تایکواندوی ITF جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد است. اسدالله زاده آیت الله به مرحله نهایی راه یافت و این ورزشکار برنده مدالی نقره گردید. چمپیونی چند کاراته جهان در تکواندوی ITF این زمان آماده برای به صحنه برآمدنند. سابینا پورایوا. این موفقیت بار اول نیست. از این دستاورد شایان را هم سابینا در چمپیونات جهان 3 مرتبه 3 کرات چمپیون جهان در تکواندوی ITF، اما در بلغارستان مقام دوم به دست آورد. معرفی چهره‌های تکواندوی ITF باز هم ادامه می‌یابد. محمد جان دولت شایف مقام دوم در چمپیونات جهان در کشور بلغارستان در هیئت دستوی. سینا ابراهیموف تکواندوی ITF. این ورزشکار هم برنده مدال برنجی در چمپیونات جهان بین نورسان شهر پلوتیوی بلغارستان. برای گرفتن جایزه پرزیدنتی باز هم به صحنه مومن جان نوروف دستپروری تکواندوی ITF کشور را دعوت می‌سازیم. مقام سوم در چمپیونات جهان بین نورسان جمهوری بلغارستان. منصور شادمانوف هم به هیئت منتخب نورسان کشور شامل است. در مرحله نهایی با 2 امتیاز ناکام شد. جای دوم در جمهوری بلغارستان مسابقات قهرمانی جهان. میان بانوان مفرح حلیماوا در تکواندو با گرفتن جای سوم در چمپیونات جهان در شهر پلوتیوی بلغارستان شرفیاب گردید. سال 2019 برای پهلوانان شهرتیار کشور سال با موفقیت هم باشد، اما برای برخی از هیئت منتخب آنقدر سال با قرار نبود. خوشقدم خسروف چمپیون جهان در گشتین سامبو، اما این سال به مقام سوم شرفیاب گردید. مدال برنجی چمپیونات جهان شهر سئول کره جنوبی.
تشکر زیاد. سوربن را در کلاب شهر با تخلص سوربانی رزمی معرفی میکنند. بار اول نیست این چهره در چمپیونات جهان محض در سمبای رزمی برنده مدال برنجی میگردد. شهر سئول، کره جنوبی. اولین برنده مدال برنجی بازی های آسیا اسرائیل اسماعیلوف و امسال هم دست پروران این ورزشی معمولی سیاره نتیجه های بهتر را به دست آوردن و سلبک فتایوف جای سیوم در چمپیونات آسیا بین جوانان کشور مالزیا. هیئت منتخب جوانان کشور در این نوع ورزش مکمل است. امید سفرов در کاراته دو وکف در چمپیونات آسیا بین جوانان در کشور مالزیا با دریافت مقام سیوم مدال برنجی مشرف گردید. ما سپاس و تشکر به همه شما برای توجهتان میگوییم. برای طبع بالیده شما، برای لحظه فراغت دو ترانه منظور شما میگردد. آن افرادی که به جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرف یاب نگردیدند اطمینان است که سال 2020 از این هم بیشتر و زیادتر کوشش میکنند و سپاسگزارم از همه شما برای تشریف فعالانتان و به همه شما دستاوردهای عالی و نظررس را در سال 2020 آرزومندیم. ورزش 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 ما نسلی جوانی این دیاریم بر میهن و بر میلت خود ارج گذاریم. ما نسلی جوانی این دیاریم بر میهن و بر میلت خود ارج گذاریم. ورزش شرف و ننگی وطنداری اصیل است. ورزش شرف و ننگی وطنداری اصیل است. سوگندی با نامی وطن تن تن نداره. سوگندی با نامی وطن تن تن نداره. ورزش 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 شرفی ماست. ورزش ورزش پیروزی هدفی ماست. ورزش 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 شرفی ماست. ورزش ورزش پیروزی هدفی ماست. هر مژده‌ای اقبال شرف بر وطنی ماست. خرسند ز غالیبی با انجمنی ماست. خوشبخت از آنیم با هر گوشه دنیا با نام و پرافشان شود این پرچم زیبا. خوشبخت از آنیم با هر گوشه دنیا با نام و پرافشان شود این پرچم زیبا. ورزش 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 ورزش
از هر زبنده آره زبنده سویم نیگر با خنده باره با خنده روی جهان را گشتم اما ندیدم شیرین یار ارزنده یار ارزنده اطلسی تو زبنده با حسنی تو میخنده از کاکولی تاجیکی نمیتونم دیکنده دل با نگاهی خسته سری را نشسته مرا مکن عزیزم هرگز تو دل شکسته تاقی بسر چلکا کولی بازینگر آه چی دل بر جلو و گوشواری زر لب ها چکر کگیرم تو رو در بر آتشیش خد بجان مهر بدی محوشی نامهروبان هستی چی خوشگیل داری از آن در زبان یاری عزیز افسانه ای در جهان اطلسی تو زبنده با حسنی تو میخنده از کاکولی تاجیکی نمیتونم دیکنده دل با نگاهی خسته سری را نشسته مرا مکن عزیزم هرگز تو دل شکسته اطلسی تو زبنده با حسنی تو میخنده از کاکولی تاجیکی نمیتونم دیکنده دل با نگاهی خسته سری را نشسته مرا مکن عزیزم هرگز تو دل شکسته تشکر برای ترانه جالب سپاس به همه شما دوستان عزیز و چون لحظه هایی که باز بهترین ها را برای شما معرفی می سازیم در جریان مراسم جایزه سپاری البته باز همان چهره های اصیل مربیان و استادان ورزیده را باری دیگر می بینیم هر یک لحظه همان زحمت هایشان تلاش هایشان بیشتر پیش نظر می آید اما این نیکاسیان اما باز هم به سهمی آمر رسانیدن مفهوم ورزش و در حقیقت جان فدایی و تلاش و جانیساری های آنها در قلب و نهاد روزنامه‌نگاران جای دارد و فردی که امروز با فهرست بهترین ها شامل است من از جانشین سرداری ریاست مالیه دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فیض الله زاده فیض الله خواهش میکنم که برای معرفی بهترین شارح ورزشی در سال 2019 به صحنه آیند.
خالمرزاده. بابا خالمرزاده 96 گزارش از جریان چمپیونات کشورهای روسیاتای اروپا، برنده برنامه دوست داشته مردم شرفمند تاجیکستان، میدان سبز. وقتی که جانسوزی و تلاش های گرزاندازی معروف کشور ثمر آورد و تاریخ ورزش میهن رنگ و جلوه تازه گرفت، انعکاسیان از جانب مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش خیلی هم در سطح بلند بود. بهترین مؤسسه ترغیبگری تربیت جسمانی و ورزش یک اشاره به خاطر یک توجه بود و حالا برای از نزدیک معرفی کردن این نامیناسیا معاون یکمی رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حبیب الله امیربکزاده را به صحنه می‌خوانیم. سامانه ترغیبگری سایه تربیت جسمانی و ورزش در سال 2019 امید خوار. بهترین مؤسسه تبلیغگری تربیت جسمانی و ورزش، این نامیناسیا هم در میان نمایندگان وسایط اخباری عامه چون محبوبیتش بیشتر و زیادتر است، از معاون یکمی دیرکتوری اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کریسه جمهوری تاجیکستان سفرزاده سهراب خواهش میکنیم که غالب این نامیناسیا را با ما معرفی کنم. تلویزیون ورزش. مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش در تشکل سالمی آمد در انعکاس همه‌جانبه رویداد و خبرهای جدیدی داخل و بیرون از کشور، البته سهمش خیلی زیاد است. تالار و میدان‌های ورزشی در جمهوری تاجیکستان زیادن، ورزشگاه‌ها و فراگیری دایره زیادی نسل نو است و این هم نامیناسیون بهترین انشاءات ورزشی سال. حالا برای معرفیش وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قیام الدین میرالیان را به صحنه دعوت می‌سازیم. در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه چهاربینی‌های 108 با شکوه بین المللی بیشتر و زیادتر دایر گردیدند و محض دایر نمودن مسابقات کافه در میان نورسان و بزرگسالان و بانوان این گفته ها را بار دیگر تقویت می‌دهد. بهترین انشاءات ورزشی سال KVD ورزشگاه مرکزی جمهوری مبارک شد.
از حساب قصرهای ورزشی انشاءهای زیاده که در مملکت زیادتر قامت افروختند، اینجا نامیناسیون انشاءات ورزشی سال مقرر گردیده است. کاتب گنرالی کمیته ملی المپی مملکت عبدالله زاده محمد شاه حالا برای معین نمودن این نامیناسیون به صحنه می آید. مجموعه ورزشی بربط و حالا از دلشاد نظر خواهش میکنیم که برای باز معرفی نامیناسیونی که در تشکل طرز حیاتی سالم خیلی نقش سازگار است به صحنه آیند. بهترین انشاءات ورزشی سال مجموعه ورزشی شهر خوجند. تشکر زیاد. داوری ورزشی بهترین سال 2019 در این میان چهره های ارزنده و شایان خیلی زیاد بودند. حالا از رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان میرزا شاهرخ اسراری خواهش میکنیم که برای معرفی بهترین داوری ورزشی به صحنه آیند. داور ورزشی بهترین در سال 2019 عبدالله سعید خواجاєв هستند. عبدالله سعید خواجاєв در کشور نپال با گرفتن عنوان داوری درجه بین المللی شرف یاب گردید. با او در این جاده در گشتین کورش و همچنین رشد گشتین ملی و سامبو موفقیت آرزومندیم. بیش از 56 فدراسیون و اسوسیاسیون های زیادی ورزشی در مملکت فعالیت میکنند. حالا برای معین کردن فدراسیون ملی رو به رشد ما معاون رئیس شهر دوشنبه محترمه موسومه معینی را به صحنه میخوانیم. Федерация милли رو به رشد، فدراسیون дзюдои جمهوری تاجیکستان. توجه باز به فدراسیون ملی رو به رشد هم بیشتر است. از مهمانان عالی قدر معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان عبدالسلام میرزازاده خواهش میکنیم که غالب این نامیناسیون را هم در حضور حاضرین معرفی سازند.
فدراسیای تنیس جمهوری تاجیکستان. دایر نمودن مسابقات سطحی با شکوه، جلب هرچی بیشتری نسل نورز، عامل‌های تحکیم دهنده از جانب فدراسیون‌های ورزشی مملکت بهتر به نظر می‌رسند. حالا از رئیس شرکت هلدینگی برق تاجیک اسماعیل زاده میرزا خواهش میکنیم که برای معین نمودن بهترین فدراسیون ملی ورزشی از نوع المپی در سال 2019 به صحنه آیند. بهترین فدراسیون ملی ورزشی از نمود المپی در سال 2019 فدراسیون فوتبال تاجیکستان. زیاد بودن مؤسسه های ورزشی در مملکت باری دیگر تیبه جسمانی ورزش را تلقین میکند. مهمان ارجمند محفل امروزه رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گوهر شرافزاده را برای معین کردن بهترین مؤسسه ورزشی در سال 2019 به صحنه میخوانیم. بهترین مؤسسه ورزشی در سال 2019 مؤسسه دولتی مرکز جمهوری آمادگی المپی دسته‌های منتخب میباشد. به مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن. ماه نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد. نوریان پرویز دیرکتور شبکه ورزش حالا مربی بهترین سال 2019 را به ما معرفی میکنند. مربی بهترین در سال 2019 زین‌الدین رحیموف. دسته ها در مملکت خیلی زیاد، چی در نوع المپی چی در نوع غیر المپی نمودهای افضلیتناک زیادتر و بیشترند. حالا برای معین کردن نامیناسیون بهترین دسته ورزشی در سال 2019 رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم
قاسم راهبر را به صحنه دعوت میکنیم. بهترین دسته ورزشی در سال 2019 دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان. انا همین چهره های اصیله که تاجیکستان را در چمپیونات جهان معرفی کردند. با افتخارشان می سازد که یک کفکوبی صمیمانه کنیم. احسن و آفرین با دسته قوی و اتفاق و با محبت. تشکر به دسته نورسان. اینها مرحله بعدی به هیئت منتخب 19 ساله تاجیکستان شامل می‌گردند و در چمپیونات آسیا در جمهوری ازبکستان شرف فوتبال میهن را اطمینان است که بلند می‌بردارند. بانوان هم در قطار مردان بیشتر و زیادتر در رشد ورزش سهمشان بی‌نظیر است. برای معین نمودن بهترین ورزشگر بین بانوان در سال 2019 از معاون رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دولت زاده زلفیه خواهش میکنیم که به صحنه آیند. بهترین ورزشگر بین بانوان در سال 2019 گلسنبی شریفова. نمود المپی و همچنین غیر المپی هدف و مقصد تشکل تربیت جسمانی و ورزش، عمومیت و سالمگردانی نسل نورس است و حالا از نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان دلشاد جورایف خواهش میکنیم که برای معین نمودن بهترین ورزشگر بین کلانسالان از روی نمود غیر المپی ورزشی در سال 2019 به صحنه آیند. سلام علیکم دوستان. بهترین ورزشگر بین کلانسالان از روی نمود غیر المپی ورزشی در سال 2019 ابراهیمov سروش دانسته می شود. دوستان عزیز، سه نامیناسیون آخرینه که باقی مانده است من از معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان، رئیس شورای رشد تربیت جسمانی و ورزش عظیم ابراهیم و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالله زاده احتم رستم خواهش میکنم که به صحنه آیند. بهترین شهری ورزشی در سال 2019
حاضرین گرامی، بهترین شهر ورزشی در سال 2019 شهر دوشنبه. بهترین ورزشگر بین جوانان از روی نمود المپی ورزشی در سال 2019. این نامیناسیا مدعیانی خیلی زیاد داشت، اما نفری که برای این زحمت و تلاش نموده است حالا معرفی می شود. بهترین ورزشگر بین جوانان از روی نمود المپی ورزش در سال 2019 سامان محمد بکر زیودا. و نهایت فرصتی آخرین لحظه حساس و جالبه که اینجا بیشتر و زیادتر همه توجه دارم. بهترین ورزشگر بین کلانساران از نمود ورزشی المپی در سال 2019 معرفی می شود. همه شما به جایزه و نتایج ارزنده با آن زحمت و مهنت های زیادتان به جایزه های شایان ارزنده اید. حالا توجه میکنیم برای معرفی آخرین نامیناسیا، آخرین لحظه هایی که قلب های چند نفر در تپیشند. حاضرین گرامی، بهترین ورزشگر بین کلانسالان از روی نمود المپی ورزش در سال 2019 بهادر عثمانوف باکس. دوستان عزیز، با کمال صداقت و احترام سخنی جنبسته با رئیس شورای رشد تربیت جسمانی و ورزش محترم عظیم ابراهیم می‌دهیم. تشکر. دوستان گرامی، خود شاهد آن هستید که سرور دولت ما، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با شما ورزشگران صاحب احترام محترم ما چقدر توجه دارند. من فکر میکنم که چون شما در میدانهای ورزشی کشورهای دنیا پرچمبرداری کشور عزیز ما هستین، من بعد نیست چنین توجه و فعالیت و دستاوردهای شما می شوند. دوستان گرامی، جایهای دوم و سوم هم جایهای خوب هستند، یعنی می توانست 4 و 5 باشد. برای همین کسی که مدال طلا گرفت این معنای آن را دارد که پرچم تاجیکستان در آن مسابقه بالا برداشته شد. البته این افتخاری خیلی بزرگ است، اما نفرایی که مدال نقره گرفتند این سفر کوشش کنند مدال طلا میگیرند. کسی مدال برنجی گرفت میتواند مدال نقره و مدال طلا به دست بیارد.
دوستان عزیز، ورزش قاصد صلح هست میگن. شما با این غیرت و متانت، با این دستاوردهای خود می توانید نمونه عبرت به دیگر جوانها باشید. در این سطحی که با سفارش بیواسطه پرزیدنت کمیته المپی کشور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم اموالی رحمان در سطح حکومت جمهوری تاجیکستان اینقدر به شما توجه می شود، به این شما می ارزید. چخیلی که راهبر دولت میگن تاجیکستان به پیش. باری دیگر سپاس و تشکر میگیم به همه شما. حالا امیر جان مرادوف یک ترانه جالب رو هم منظوری ما و شما میگردانم و بعدا هم لحظه های عکس برداری و فرصت های خاطروی فرا میرسد و برای توجهتان باری دیگر سپاس میگوییم. کند سپر سینه ای پر از محبتش، کیستان کند زفر در نبرد دشمنان ملتش. آن که جان به کف گرفته تن به تن، بر عدو سیته زد و به جان اهریمن. آن که صبح و شام کشیدن از میثاق، خواند و قصیده و ترانه ای وطن، کی سر سپرده ای وطن. منو توی آن که دوست دارد این چمن. منو توی کی سر سپرده ای وطن. منو توی آن که دوست دارد این چمن. منو توی کیستان با غرور، با روی شکست ناپذیری خود، دشمنی خیانت از فدای بر دیاری به نظیری خود. آن که پاسداری نام ملت است، رقصی پاری راهی بر دوام ملت است. آن که صادقان خدمتی وطن، میکند برای او به نرخ جان و تن، کی سر سپرده ای وطن. منو توی آن که دوست دارد این چمن. منو توی کی سر سپرده ای وطن. منو توی آن که دوست دارد این چمن. منو توی
دوستان عزیز، حاضرین ارجمند، مربیان محترم، مهمانان گرامی قدر، از تشریف صمیمانه شما از حضورتان باری دیگر سپاس و تشکر میگوییم. به همه ورزشگران، به مربیان، به کارمندان ساحه تربیت جسمانی و ورزش که در رشد به میلان این ساحه خدمت کشیدند عرض سپاس و منتپذیری میکنیم. اطمینان داریم که آن جایزه ها باز هم به نتیجه های عالی، آن دستاوردهای شایان به کامیابی های بی‌نظیر مبادل میگردند و برای پرافشانی پرچم وطن محبوب ما، برای باز هم نایل گردیدن نتیجه های ارزنده، تمام مسئولین و ورزشگران و مربیان کمر همت میبندند. سال 2020 برای ما سال خیلی مهم، سال المپی که در توکیو ما را هم نتیجه های ارزنده و مسابقات سطحی با شکوه در پیش است. به همه ورزشگران کامیابی و موفقیت آرزومندم. به همه مهمانان ارجمند باری دیگر برای قدم رنجه کردنشان سپاس و تشکر میگوییم. مراسم جایزه سپاری ساحه تربیت جسمانی و ورزش در سال 2019 به انجام رسید. ورزشگران موفق هنوز هم با مخلصانشان صحبت میکردند و عکس ها میبرداشتند. اکنون در سال 2020 کارهای بزرگتر و بیشتر ورزشگران ما را انتظار است.